خونده آقا، چون با اقشار مختلفی مثل شما سر کار داریم، از هر کدوم یه چیز یاد بگیری استاد میشی. میگن شما خیلی چهره معروف و محبوبی هستی تو اینستاگرام. ای بابا دلت خوشه. حالا محبت میکنن ولی خب آدم دیگه گاو پیشانی سفید میشه دیگه. دوره جان. کنار خیابون میشستم یک پوست خربزه میگرفتم دندون میزدم، هیچ کی کار نداشت. الان نمیتونی راه بری تو خیابون. میگن یکی با آخون نباید در بیفتی، یکی با قصاب، یکی با آرایشگر. راننده تاکسی هم اضافه کن دیگه. ولی میگن آخون همه اینا رو سری انگوش میچرخونه دیگه. خب علمم به تجربه اضافه میشه. چی باعث شد که محبوبیت پیدا کنی؟ خدا کنه که خدا آبرو رو حفظ کنه. پردا کنار بره اونجا معلوم میشه چی کاره هر کسی. خب آقا یه ذره بیشتر خودت بگو. اگه آخون نمیشدید چی میشدید؟ آدم میشدم دیگه. الان اگر لباس در بیارم 10 ها هنر دارم. از هر علمیه وجب بلدم. از آرایشگری بلدم با ماشین 4 بزنم. بنایی 0 تا 100 بلدم. لوله کشی فاضلاب خونمون خودم کردم. لوله کشی آبش هم خودم کردم. لوله کشی ارزم برقش هم خودم کشیدم. جوشکاری نمای ساختمون، راویز بندی، آلموتول بندی، همه رو در حد استکار بلدم. ماشاءالله همه دریام به توی کارهای مربوط به ساختمون سازی رو خوب بلدم. کارهای مربوط به آدم سازی چی؟ ببین اگه ما میایم چیزی میگیم از قول پیغمبر و امام میگیم دیگه، ولی خودمون آدم نیستیم. ما آدم بسازیم. قول پیغمبر میگه توشون میکنید یا نه؟ ببین هر چیزی که ما میگیم خودمون لزوما عمل نمیکنیم. چرا چیزی که شما عمل نمیکنید و باید بگید؟ دکتر قلب میگه آقا سیگار بکشین برای قلبتون ضرر داره، خود سیگار میکشه. اینا مغلطه و مغلطه نیست دیگه. خب امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه که هم علم داره هم عمل میکنه هم به مردم میگه. ما عداشو در میاریم. یه کراش میخوام ازت بسازم. کچل شدیم رفت بابا. چشم ابروتم خوشگله. بله بابا. وی ابروت خیلی پره. یه خورده باید. آقا ابرو رو که چیز نمی‌کنیم که. من کی گفتم ابرو رو چیز میکنم؟ خدای خودت رحم کن. خوابی بره ما دیگه. وی چه جیگری شدی آقا؟ کار کردی به خودم نشون بده ببینم چی شده. شب بره خونه میفهمی چی شده. الان این لباس من به تو بیشتر میاد تا خود من. به خدا ان الله جمیل یحب الجمال. مشهدی یه چیز من بگو. این دفعه دهم داره منو بوس میکنه، از رو قیزم بوس میکنه. دوست دارم یاره. آقا آخرین کسی که بغل کردی کی بود؟ الان شما بودید. مراقب خودت باشی. دلم برات تنگ میشه. آقا با اجازه